سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال هامیسا. مرسی که از ویدیوی لاکچری ترین منطقه‌های رشتمون خیلی استقبال کردین. با توجه به استقبالتون از این ویدیو ما تصمیم گرفتیم که بیایم تو بولوار اصلی گلستان قدم بزنیم و اینجا هم بهتون نشون بدیم. مرسی که مثل همیشه همراهمون هستین. بچه‌ها سلام، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی که ویدیو قبلی رو دیدید، استقبال کردید. ممنونم بابت کلی کامنت‌های لذت بخشتون. ما دیگه این سری اومدیم خود بولوار گلسار، چون خیلیتون گفته بودید که چرا روز تعطیلی رفتیم، به خاطر اینکه تعطیل بود و خلوت‌تر بود. دیگه الان اومدیم تو دل جمعیت و داریم قدم میزنیم و ویدیو میگیریم. بریم. بچه اینم بولوار اصلی گلستان که بهم گفته بودید بهتون نشون بدیم. گفته بودیم که آدما باشن توی ویدیو، چرا ویدیوهای قبلی آدما نبودن، ولی امروز دیگه روز تعطیل نیست، آدما هستن، مغازه ها بازن، هر میتونید ببینید. بچه این مغازه مورد علاقمه، خیلی وسیله‌های خوشگلی داره. قبلا بود ایکیا، الان شده خانه کیا، احتمالاً به اسمش گیر دادن. اینجا الان سمت راستمون، سمت راست رو نشون بده، میره سمت هم بولوار دیلمان. مستقیم هم که میریم به سمت خود گلسار و اون سراح گلایل به اصطلاح هم بولوار گلساره. بعد اولی هوا خوب شده امروز. آره خنکه، خیلی خوب شده، خنکه، جای شما خالی دیگه دوستان. حالا یه چیز دیگه هم هستش که توی این مسیری که اومدیم بچه‌ها یک دو تا گروه نوازنده هستش، یک شاپ همینه. اینجوری موسیقی کار میکنن، اون یکی از پایین‌تر بودش گیتار میزنن میکنن، خیلی خفنه و خیلی حال میده. خیلی قدیمیه ولی فکر کنم هیچکی توش زندگی نمیکنه، ولی خیلی خونه خوشگل و قدیمیه. میدونی اینجا بهترین جا ولی خالیه. میگم موافقه بریم تو برج گلسار؟ این پاساژ یکی از قدیمی ترین پاساژهای رشته. برج گلسار بریم. برج گلسار. مرکز خرید گلسار. مرکز خرید گلسار. ولی هیچ وقت به نظرم پیشرفتی که باید رو نکرد.
از بیرونش بگیرم. من میگم که این پاساژ ببین با اینکه اینجا پاساژ خب اولین پاساژ رشت بود درسته؟ اولین پاساژ این مدلی رشت بود ولی اصلا رونق انگار نگه، یعنی انگار مثلا هیچ وقت اونجوری که باید و شاید شلوغ نشد، جا نیفتاد. نمیدونم مردم خیلی نمیان توی این پاساژ انگار، ولی خب مغازه‌های خوبی داره. بعضی مغازه‌هاشون خالی هنوز، ولی همیشه خلوته. بعد قبلا دو تا طبقه بالا داشت، الان فکر کنم 2 تا طبقه بالاشو بستن، فقط همین طبقه پایین آره بستن. 2 تا طبقه داشت بالا، فکر کنم همه تعطیل شده، نه کنم بستن. 2 تا طبقه داشته آره 3 تا طبقه انقدر چیز نمیخورد، ولی بالش باشگاه هستش، بالش یه دونه باشگاه هستش. بالا بسته است. از آسانسور میرن، از آسانسور هم داره. چه میرن؟ از آسانسور. ولی بالا کلا خالیه. حیف واقعا. پاساژ خوبیه ولی نمیدونم چرا اینجوری شده. ولی خب عوضش چیز پاساژ دیلمان رفته بودیم با هم یه بار اونجا، ولی خب چیز تره الان دیگه اونجا تقریبا جا افتاده، شلوغ‌تر میشه. ببینید اینجا تابلوی بولوار دیلمان هست که از این ور میتونید برید سمت دیلمان، همون تایمی که ما رفتیم از این سمت. الان ولی ما میخوایم مستقیم بریم کف گلسار. داریم تو کف گلسار قدم میزنیم با شما. اتاق قرمز. بچه‌ها اگر دوست دارین ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید. ممنون که حمایت هم کردید. این خیابون هم جز خیابونای خیلی خوب گلساره، چون علاوه بر مغازه‌ای که هستش 2 تا هم برندهای خیلی خوب از لباس هستش. بادی اسپینر با 1 تا دیگه هستش، اونم سلبان هستش که همون سمت دیلمانه، اونم میریم بهتون نشون. این خیابون خیلی هم چیز داره، طلا فروشی زیاد داره، یعنی یه جورای بورس طلا فروشی هم هستش اینجا. طلا فروشی؟ آره. کافه رو بگیر، من خوشم میاد رنگش، خیلی کافه باحالیه. آره اون ور خیابونه نمیدونم میدونی این کافه رو میگم. خیلی خوش رنگه. واسه خوش تنها نشسته داشت میخواد، چون شلوغ میشه این از الان میان بساط میکنن، بعد دیگه استارت کار رو میزنن و بسم الله. ولی واقعا من خیلی قدم زدم تو این خیابون، دوست دارم. انقدر خیابون زنده‌ایه، اصلا یه حس خوبی داره وقتی تو این خیابون قدم میزنی، حوصله‌ات سر نمیره. مغازه‌های باحال، آدم‌ها خیلی خوبه. تو چی؟ منم شخصا خیلی دوست دارم، ولی تایمایی که شرجی زیاده الان هوا خوبه، ولی الان خیلی خوبه. الان یه نسیم خوبی داره میاد و داریم لذت میبریم. جای دوستانم خالی. بچه‌ها از رستوران های معروف رشت بهتون بگم قدیمی ها، اینجا یه دونه پیتزا عمیق هستش. حالا شاید دوستای رشتی ما قبول نداشته باشن، ولی جزو پیتزا فروشی های خیلی قدیمی رشته. کیفیتشو خراب کرده جدیدن. میگم شاید الان مورد قبول نباشه و اونم حق دارن، شاید چون نگه نداشت خودش کیفیت، ولی هنوزم شلوغه ها. آره مشتری داره، خیلی مشتری داره. ما آخرین بار ازش خریدیم اصلا کیفیتش خوبه، من خیلی وقت دیگه ازش خرید نکردم. آره ولی خب الان خیلی رستوران بهتر از اون اومده دیگه، این حالا قدیمیه هست.
بریم بادی اسپینر، نه برای خرید، ببینیم چی داره چی نه. من سلمون رو بیشتر از بادی اسپینر دوست دارم. این خوشگله لباسش ولی. آره بریم ببینیم چی هست. این خوشگله. دامنم داره. ازن هم ببین. مردونه رو ببین. از طبقه ها بریم بالا تا برسیم به قسمت مردونه. خوشگله. یکم قیمت هم بهمون بگو. هراش با تخفیف بشه؟ دقیقا یه دونه همین رنگی داری یا عاشق این رنگایی. نه ولی کیفیتش فوق العاده است. ما الان یک دو تا لباس خریدم هنوز در کنار قابل پوشیدن. ببین آفر 50% داره، 30% داره. 30% 50% داره. بچه پیزا اینجا بودا. اینجا بهمون بگو کجاست؟ اینجا سراگلایوله. سراگلایوله مستقیم میره سمت بلوار دیلمان و مجتمع پادوس. این برم که میخوره به بلوار گیلان. بچه اینجا کافه جدید باز شده. خب خیلی باحاله، یعنی چیز نونواییه در واقع، بیشتر نون داره ولی اومده یه سری صندلی و اینا هم گذاشته که بتونی بشینی و اینجا یه چیزی رو میگم بوی خوبی میاد، بوی قهوه میاد. این چیزا شنیدنشون خیلی خوشگله، خوشمزه است. چی میخوای بخوری؟ من یه چیز خانک میخوام. امریکن نه من یه چیز خانک. کامل داریم میبینیم. اینجا دل گلساره. بچه ها میدونیم که رشت به عنوان شهر خلاق خوراک توی یونسکو شناخته شده، نه اول یا دوم شده، چون که انواع اقسام خوراکی ها و غذاها و اینا خیلی زیاده تو رشت، یعنی خیلی تنوع داره و خیلی غذاهای خوشمزه و جدیدی، یعنی یه سری چیزا هست که شاید شما مثلا جای دیگه نبینید، فقط توی رشت هستش. به خاطر همین اومدین رشت یکی از تفریحاتتون رو بذارین تایم واسه رستوران گردی و کافه گردی. حالا ما دیشب رفته بودیم یه رستورانی به اسم رستوران کاسی توی جمعه بازاره. انقدر غذای این خوشمزه بود، انقدر خوشمزه بود که اصلا نگم براتون. حالا حمید بهتر میتونه کامنت بده. فقط من یه نکته بگم،
یه غذایی هستش توی گیلان به اسم، یعنی یه مزه است به اسم اشبل که خب با یه چند تا مثل باقالی و زیتون و اینا قاطی میکنم میخورم. من تو اینستاگرامم گذاشته بودم اشبل و خیلی پرسیدن اشبل یعنی چی، مثلا چیه اشبل و اینا. اشبل توی روده، توی شکم ماهی سفیده، یه تخمیه که تو شکم ماهی سفیده، خیلی مقویه و خیلی ازش غذا و اینا در میارن. اینجا میتونیم مثلا انواع کوکو و اینا درست میکنن. خیلی شوره ولی خب با یه ترکیب خفنی میشه، باز گفتم خفن، با یه ترکیبی میشه خوردش که خیلی خوشمزه است. حالا به نظر من راجع به کبابات تو یه ذره نظر بده که چقدر کباب خوب و خوشمزه‌ای داشت. تو چون شکم‌وتری به نظر من با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. نه واقعا راست میگی آقا. ببینید بچه‌ها، این کبابی که ما دیشب رفتیم کاسی بود، چون گوشش خیلی نرم بود و کلا پیج اینستاگرامش هم خیلی بالا سالا بزنید میاره براتون پیجشو. کلا چون تو رشت خیلی مزه بازن، در کنار غذای هستی کلی مزه دارن و این مزه بازیشون باعث شده که غذا خیلی خوشمزه تر باشه و خیلی تنوع مزه هاشون هم زیاده و این نکته خیلی مثبتیه. ما خودمون که عاشق غذای رشتی هستیم، حالا قراره که یک ویدیو هم بگیریم در مورد انواع اقسام غذای گیلانی، اناربیج، فسنجون، میرزا قاسمی، باقلا خورش، کوکو آووس کوکو که کوکو گردو میشه، قرمه سبزی رشتی، شورکولی فکر کنم میشناسن بچه‌ها. شورکولی آره، با توجه به اینکه حتما اومدید یه جای مناسب، قیمت مناسب، لوکیشن اوکی خواستید، همش خوبه، ولی خب شورکولی خیلی به نظرم مناسب تره برای استارت کار و انواع اقسام غذای شمالی رو هم داره. حتما اومدید شورکولی هم تست کنید. این کافه هم که الان اومدیم جاش خوبه، اوکی. من نیومدم، اصلا اومده بود و معرفی کرد. نونوایی بود. نونواییه آره، ولی خب واقعا چه بهت بگم، من مرسی. خب من طبق معمول یه قهوه داغ امریکانو و آتزا هم که اسموتی هندونه سفارش داده. ببین چجوریه دیگه. خوشمزه؟ خنکه، قشنگ جیگرت حال میده. بده منم تست کنم. خیلی خوب. همین باور کن آب هندونه رو برداشتن میکس کردن. آب هندونه است دیگه. آب هندونه خونه داشتیم که. اسموتی هندونه است. چی میشه اسموتی؟ یخ اضافه میشه؟ خدای الکی. همین تو خونه بود دیگه. حالا دیگه با پول این میشد 2 تا هندونه خرید. حالا دیگه خسیس بازی در نمیاد. این کافه حالشو ببرید. آها، رشت یک داستانی هم هستش که کافه های رشت انقدر ماشاءالله مشتری دارن، خود رشت 4-5 تا شعبه زدن بچه‌ها. یه چیز عجیبی ها، خیلی خفنه. حتما بیاین رشت. نگو خفن. آها، اصلا خفن رو میخوایم به جاش بگیم فوق العاده است. خیلی فوق العاده و جذابه. اینجا هم یه دونه پیتزا فروشیه به اسم پیزاریا. اینم خیلی قدیمیه و به نظرم پیتزاش خوبه. البته ما جدیدم نرفتیم ولی خب خیلی قدیمیه دیگه. حمید قهوه‌شو گرفت دستش رو افتاد تو خیابون، خیلی داغ بود. میخوایم ببریم دیگه زودتر جای دیگه هم بهتون نشون بدیم. هوا هم البته تاریک شد ولی خب تاریک هم خوبه دیگه، نور مغازه‌ها روشن. یه تا پیزاریا قبل اون ور بود، ما این شعبه‌ش رو نیومدیم، اون شعبه‌ش رفته بودیم. بچه یه رستوران خوبه دیگه هم توی این بولوار هستش به اسم رستوران رازقی، اونجاست. رستوران رازقی هم از اون رستوران‌های قدیمی و خوبه که کیفیتش خیلی خوبه و تنوع غذاش هم بالاه. خیلی وقتم هستش که همینجاست و معمولا هم شلوغه. بچه رازقی صبحونه های خیلی خوبی هم داره، تنوع صبحونه‌اش خیلی بالا، سرویسه کلن با کیفیت غذاش. الان هم یه شعبه زده رازقی اکسپرس که غذاها رو به صورت چیز کترینگ طوریه که میفرسته، ارسال هم میکنه.
خوشحالم که میبینم اینجا هم داره مثل ترکیه میشه و به حیوونا دارن احترام میذارن. رشت خیلی احترام میذارن چون کار از پت شاپ هم هست. خیلی خوب داره خیلی میشه. علاقه دارن. آره قبلا اینطوری نبود ولی الان داره حیوان دوستی زیاد میشه بین مردم. خدا رو شکر. خدا شکر ترسانگی ایران بخصوص رشت خیلی زیاده. بچه اینجا ما میخوایم بریم سلبون. خب ببینیم که اگر بشه من یه چیزی بخرم. حالا معلوم نیست ولی چون از فیلم برداریش اینجوری گیر میکنم. نمیدونم چه گارد دارم. آره حالا اگر شد تو یه ورودیشو کلا بگیر یه دونه. نمیدونم چرا میگم فیلم نگیری. خب بیا چیزی خوشت اومد؟ ببینیم. من خیلی دوست دارم سلبون. برم من اینا رو فروخت کنم. چی برداشتی؟ چطوره؟ این سایز ایکس لارج. این دو ایکسشه بچه ها. ازتون کدومشه؟ این به نظرم خوشگل‌تر از کدومشه؟ این. خب دوستان ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت هم برامون بذارید و اینکه خیلی دوستتون داریم دیگه. مرسی با ما بودید. اگر از این نوع سبک ویدیوها دوست دارین به ما بگید محله های دیگه رشتم ببریمتون، بهتون نشون بدیم محله های قدیمی و حالا جاهای دیگه. آره تو برنامه‌مون اینه بچا خیابون منظری رشتم نشون بدیم. اونجا بهترین هتل رشت هتل خادوس که اونجا هستش. خیابونش کمی از گلسار نداره به نظرم. خیلی خفنه. کافه‌های خوشگل. باز گفتی خفن. ببخشید. خفن میباد. آره خیلی خیابون خوشگل و فوق‌العاده‌ایه. احتمال زیاد بعد گلسار میخوایم بریم منظریه رو برای شما بگیریم و نشون بدیم. خیابونش خیلی خوشگله. آره دیگه منطقه خوشگل تو رشت زیاده. حالا باز نظراتتون رو به ما بگین که ما ببینیم فیدبک بگیریم. اگر دوست دارید مناطق رشت رو یکی یکی نشونتون بدیم. واقعا میگم همه جای رشت دیدنیه. همه جای رشت رستوران و کافه‌های خوب داره و خوشبختانه مردم فوق العاده با فرهنگ و بروز و مهربون و مهمون نوازی داره. امیدوارم که بیاین تو سفر به رشت و اینجایی که ما معرفی کردیم برین و لذت ببرین. مرسی. تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ. بای بای.